خب رسیدیم به بحث چهارممون که مربوط به چگونگی روند تأسیس دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی است. ممکنه دغدغه خیلی از شمایی که در رشته گردشگری تحصیل کردید یا علاقه به گردشگری دارید این باشه که یک آژانس مسافرتی بزنید و یا بعد از مدتی که کارمند یک آژانس بودید خودتون کسب و کار خودتون رو ایجاد کنید و آژانس داشته باشید. بنابراین لازمه که به چگونگی روند کلی تأسیس آژانس مشرف باشید. اولین مورد که باید باهاش آشنا بشیم انواع آژانس‌های مسافرتی و کارکرد اونهاست. به طور کلی ما 3 نوع آژانس داریم در ایران. آژانس بند الف که در زمینه خدمات صدور بلیط‌های داخلی و خارجی فعالیت میکنه. آژانس بند ب که در زمینه تورهای داخلی و خارجی و همینطور خدمات ویزا فعالیت میکنه و آژانس بند پ که مربوط به حوزه زیارتی و عتبات عالیات است. بیشتر آژانس‌های ایران با بند ب میان شروع میکنن و بعد میان بند الف رو اضافه میکنن. اما باید بدونیم هر چقدر حوزه کاریمون وسیع‌تر باشه طبیعتاً کادر و آژانس کاملتری رو خواهیم داشت و احتمالاً مسافران بیشتری رو جذب میکنیم. البته این رو بگم در شرایطی ما میتونیم بند الف، ب، پ و مجوزهای دیگری رو داشته باشیم که زمان زیادی از کارمون گذشته باشه، یعنی اول کار نباشیم که و اصرار داشته باشیم که همه بندها رو داشته باشیم. این رو هم باید به خاطر بسپاریم، به خاطر داشته باشیم که بازارهای گوشه، نیچ مارکت هایی هستند که ما میتونیم تنها با داشتن بند ب هم مسافران خاص هر حوزه رو مورد هدفمون قرار بدیم و توی همین زمینه فعالیت کنیم. چون که الان هرچی تخصصی تر و ریزبینانه تر در مورد یه بازار هدف کار بشه جذب مسافر بیشتره. بازار هدف هم طی شرایطی و بررسی‌های مختلف بازار انتخاب میشه و باید قبلش تحقیق کرد تا آژانس ما بدونه برای چه قشر از مسافر با چه علایقی در چه حوزه جغرافیایی قرار کار کنه. مثلا شما بند ب رو دارید، آژانستون بند ب رو داره و میتونید برای تورهای شهرگردی شهر خودتون برنامه ریزی کنید. باید ببینید مسافرهایی که انتخاب میکنید در چه رده سنی هستن و چه مسیرهای گردشگری و تفریحی براشون انتخاب کنید بهتره. مثلا برای بچه‌های پیش دبستانی تور میخواید بذارید، بچه‌های رده سنی 6 تا 7 سال هستن و میخواید ببریدشون باغ وحش و شهر بازی، فکر رو میکنید که اینها مناسب تره برای اونها و برای همچین فعالیت هایی رو براشون در نظر میگیرید و توی پکیج تورشون میبندید. نگاه میکنید مثلا مسافراتون مال کدوم نقطه جغرافیایی هستن و تو نقطه جغرافیایی چه آثاری هست که برای بچه ها راحت تر باشه، حمل و نقلشون، ترانسفرشون راحت تر باشه، بنابراین همونها رو در نظر میگیرید. یا مثلا برای افراد میانسال و قشر مذهبی برنامه میذارید و چند تا از اماکن مقدس رو توی یک روز نشونشون میدید. مثلا شهرتون یه جوری هست که چند تا مکان مقدس توش وجود داره، بنابراین میایم برنامه ریزی میکنید و این افراد مسن رو یا میانسال رو بر اساس حالا قشری که مکان آژانس شما برای مثال جایی هستش که قشر مذهبی حضور دارن و میدونید پس مسافر اونجا میتونه براتون خیلی زیاد بیاد، بنابراین همچین توری رو طرح‌ریزی میکنید و بعد هم با یک وعده نهار تورتون رو خاتمه میدید. البته اینایی که عرض میکنم به خیلی عوامل بستگی داره، ولی من خواستم به طور کلی یه مفهوم در واقع جامعی از بازار هدف بیاد دستتون که منظور چی هست. 10 گام مقدماتی برای تأسیس آژانس.
بنابراین قبل از اینکه ما بخوایم وارد بحث اصلی خودمون که تأسیس یک آژانس مسافرتی است بشیم، باید مقدماتی رو آماده کنیم، مثل هر کار دیگه‌ای. مثلا زمانی که یک مهمانی میخواد به خانه ما بیاد و ما تدارک میبینیم برای پذیرایی، خانه رو میآراییم، شرایط رو مهیا میکنیم برای اینکه بخوایم از مهمانمان پذیرایی کنیم. بنابراین هر کار دیگه ای هم این مسئله رو میطلبه، یعنی ما باید برای هر کارمون قبلش یه سری تدارکات داشته باشیم، یه سری مقدمات رو تهیه کنیم. اینجا 10 مورد مهم هست که باید در ابتدای تأسیس آژانس مد نظرمون قرار بدیم. اولیش علاقه‌مندی شماست و میزان اون که توی اول صحبت هامون موضوع بحث اولمون عرض کردم حضورتون که برای وارد شدن به این شغل ما باید این مورد رو حتما داشته باشیم، چون بسیار صبر میخواد، بسیار بالا و پایین داره، مثل هر شغل دیگه‌ای که تولرانس های مختلف فشار و سختی های خودش رو داره. مرحله دوم آگاهی و دانستن قوانین هست، قوانین آژانسی. شما باید از این که دارید وارد کسب و کار آژانس میشید اطمینان داشته باشید. از چی؟ از خودتون، هدفتون، خواسته هاتون و اینکه کدوم نوع آژانس رو میخواید راه اندازی کنید و در کدوم مبحث میخواید بازار هدف تعیین کنید. یعنی برای کارتون باید بیزینس پلن یا برنامه داشته باشید. حالا این برنامه میتونه توسط خود شما، اگه مثلا در رشته آکادمیک گردشگری تحصیل کردید، ریخته و تنظیم بشه، یا اگه مثلا در مورد بیزینس پلن اصلا اطلاعی ندارید و نمیدونید، حتما به فرد متخصص اون رجوع کنید. اولین افراد متخصص در این بخش خروجی‌های کارشناسی ارشد رشته گردشگری هستند. شاید به خودتون بگید این کار صرف هزینه بیهوده است، اما سالها تجربه بنده ثابت کرده علم در کنار تجربه قوقا میکنه. ممکنه خیلی جاها هم خونده باشید، به چشم دیده باشید این جمله رو که علم در کنار تجربه تکمیل کننده یکدیگر هستن. ما توی جامعه‌مون متاسفانه بیشتر کارا رو میایم تجربی انجام میدیم با دونسته های شخصی خودمون، نه با دونسته های مکتوب و علمی و حداقل تحقیق شده. پس شما یه همکار اگه میخواید در این زمانه وارد دنیای آژانسی بشید که بسیار رقابت زیاده و بسیار تقلید زیاده، اگه بدون در نظر گرفتن اصولی که دارم عرض میکنم حضورتون وارد این هیته بشید، شکست میخورید. مگر اینکه از جایی دائم به شما سر بزنگا پول نقدینگی تزریق بشه که در این باره حرفی ندارم و اصلا هنر نمیدونم این کارو. چرا که یک تاجر خدمات با اخلاق، اون هم در کسب و کار بین المللی گردشگری، موظفه اصولی شروع کنه، پیش بره، تغییر بده و باز ادامه بده با بحران، بدون بحران. هنر اینه، نه اینکه سریع با یه تغییر شرایط، حالا اقتصادی، سیاسی، هر نوع تغییر، بیاد اولین کاری که بکنه تعدیل نیرو کنه یا تخفیف مازاد بزنه و بازار رو خراب کنه، روی تورش، روی بلیتش تخفیف مازاد بزنه که فقط فروش بره و بازار رو خراب کنه و آسیب بزنه به بقیه همکارها، رقبا. بنابراین دومین مورد آگاهی و دانستن قوانین اصل ماجراست. علاقه شما موتور حرکت شماست و برنامه کاری، بیزنس پلن که از آگاهی و دانستن قوانین میاد، راننده کار شماست. مورد سوم گذراندن دوره‌های آموزشی است و دریافت گواهینامه مربوط به نوع آژانسی که میخواید انتخاب کنید. بدونید و آگاه باشید هزینه‌ای که شما در این دوره‌های آموزشی میکنید جز هزینه‌های اولیه تأسیس آژانستون باید در نظر بگیرید، مثل اسباب و وسایلی که قراره در آژانس بخرید، مبلمان مثلا، کامپیوترها و اینا رو بگذارید. پس با اطمینان این رو از نظر حسابداری میگم حضورتون، یعنی تمام این هزینه‌ها میشه جز هزینه‌های اولیه تأسیس آژانستون و این توی در واقع ترازنامه‌تون عنوان میشه، ترازنامه مالیتون.
پس با اطمینان هزینه کنید. شما به عنوان یه مؤسس باید گواهینامه‌هایی رو کسب کنید و پیش زمینه تخصصی پیدا کنید. در این دوران آموزش راهتون رو بهتر و مسیرتون رو شفافتر خواهید دید و خیلی از مزایای زیاد دیگه بهره‌مند میشید که باید حتما در نظر بگیرید. چهارم انتخاب لوگو هست. لوگوی آژانستون هست که با توجه به مورد هدف شما باید انتخاب بشه. لوگوی شما معرف کسب و کار شماست. پس باید خیلی بهش دقت کنین چون در همه جا ازش استفاده میشه. توی سربرگ دفاترتون، توی سایتتون، مهر آژانستون، تبلیغات و غیره. بنابراین باید دقت کنید. اگر نمیخواید هزینه زیادی کنید واسه لوگوتون، میتونید از سایت ها و پلتفرمایی که با نرخ کمتر لوگوی شما رو تهیه میکنن مذاکره کنید. مثلا سایت دیزاین هیل که افراد متخصص حرفه‌ای گرافیک و ساخت لوگو با قیمت‌های کمتر از بازار براتون لوگو رو میسازن. البته باید به نرخ دلار الان هم توجه کنید، چرا که ممکنه که طراح داخلی که به شما نرخ میده نسبت به اون طراح سایت‌های مثلا دیزاین هیل یا سایت‌های مشابهش رو مقایسه بکنید. هر کدوم که صرفه اقتصادی داشت رو قاعدتاً انتخاب میکنید. مرحله پنجم دریافت مجوزهای قانونی بر اساس نوع آژانسی که دارید براش اقدام میکنید. حالا الف، ب یا پ میتونه باشه. مرحله ششم توجه به میزان بودجه شما برای تأسیس آژانس هست. بعد تخمین بزنید بودجه‌تون رو. مثلا چجور؟ مثلا اگر شما نیروی کار شما از اعضای خانواده‌تون هست تا اینکه نیروی کار شما از افراد دیگه باشه خیلی فرقشه. از افراد غیر از خانواده‌تون باشه خیلی فرقشه. چرا؟ به این دلیل که باید از پس هزینه‌های حقوق ماهیانه کارمنداتون بر بیاین. برای همینه که بیشتر آژانس‌های ایران مخصوصا شهرستانا بلخص در بدو شروع کار خانوادگیه و کل یا تعدادی از اعضای خانواده درش دارن کار میکنن تا بتونن از پس هزینه ها بر بیان. بدونید معمولا 5 سال اول کارتون زمان میبره که به بازدهی ایدئال برسه آژانستون. پس باید صبور باشید. پس باید همه شما شرایط رو در نظر بگیرید با توجه به اینکه هزینه اجاره ماهیانه مکان هست، خرید اسباب و اساسیه، ضمانتنامه‌های بانکی که برای اخذ همکاری و هزینه‌های متغیر آژانس و کلی احتمالات ممکن رو شما باید در نظر، ضرر و زیانی که قراره تو این 5 سال احتمالاً داشته باشید، انشالله که نداشته باشید، ولی اینها رو همه باید در نظر بگیرید. خیلی مهمه. سناریو بسازید، سناریوهای مختلف رو در نظر بگیرید، بحران‌های مختلف رو در نظر بگیرید. بحرانی که الان ما توش هستیم و بحران‌های گذشته‌ای که گردشگری باهاش روبرو بوده و میتونید از سایت‌های معتبر جهانی، همون سازمان‌هایی که عرض کردم حضورتون، سازمان مثلا گردشگری جهانی گردشگری برید و نگاه بکنید. اینها اگر که آژانس و اون در واقع مکان گردشگری، مقصد گردشگری، سناریوهای احتمالی در مختلف رو در نظر بگیره، حالات و شرایط محتمل رو در نظر بگیره، خیلی راحت‌تر میتونه حداقل نسبت به بقیه رقباش بهتر میتونه با شرایط وقت پیدا کنه یا مقابله کنه یا باش کنار بیاد. مورد هفتم انتخاب مکان هستش. یعنی دقت در انتخاب مکانی که دارید. در اونجا آژانستون رو قرار افتتاح بکنید. خیلی مهمه. مثلا بدونید که ترافیک اون منطقه چقدره. آیا اصلا اطراف اون آژانس جای پارکی داره؟ جای پارکش به چه صورت است؟ میزان رفت آمد مردم و دسترسی مردم به آژانس شما تا چه حده؟ چقدر راحته؟ مثلا کنار اتوبان نباشه که مثلا که رفت آمد پیاده افراد سخت باشه. و اینکه در محله یا منطقه‌ای که دارید آژانس میزنید چند تا رقیب دارید؟
نوع فرهنگ، علایق مردم اون منطقه در ابتدای شروع کارتون اهمیت داره که بتونید ببینید که چه نوع بازار هدفی رو در نظر بگیرید در وهله اول کارتون بهتر هست، بهتر نتیجه میگیره. اینه که میگم بیزینس پلن بسیار مهمه، تحقیقات بازار بسیار مهمه. مورد هشتم، بستن قراردادها با شرکت‌های مد نظر برای شروع کار هست. در صورت داشتن بند الف با ایرلاین‌های مختلف داخلی باید شروع کنید و قرارداد ببندید. معمولاً پروسه هر کدوم از این قراردادها 1 تا 2 هفته زمان میبره. اگه بند ب باشید، قرارداد با تورگردان‌ها، چارتر کننده‌ها و دیگر همکاران و کارگزاران از مواردی هست که باید صورت بگیره. بستن قراردادها. خدمت شما عرض شود که مورد نهم بازاریابی و تبلیغات شما هستش که میتونه به 2 بخش آفلاین و آنلاین تقسیم بندی بشه. حالا آفلاینی که من دارم عرض میکنم باید مثل این که مثلا کارت ویزیت داشته باشین، طراحی سربرگ شرکتتون اهمیت داره، پاکت‌های حمل مدارک مسافر و حتی طراحی و مبلمان داخل شرکت یا دفترتون باید گویای کار شما و بانی جذب مسافر و مخاطب خاص شما باشه. اگر میخواین تبلیغات آنلاین داشته باشین، بهتران که داشتن سایت اهمیت بسیاری داره. البته خیلی مهمه، میتونین هم شبکه‌های مجازی مختلف رو داشته باشین، هم سایت داشته باشین. یعنی در واقع هم منظورم از شبکه‌های اجتماعی، چون سایت هم زیر مجموعه همون شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره. یعنی علاوه بر مثلا اپ‌های مختلف که وجود داره، شما سایت هم داشته باشید. این 2 مورد در کنار هم میتونه خیلی بهتر پاسخگوی نیاز آژانس شما باشه و به طور کلی هم بازاریابی آفلاین و هم بازاریابی آنلاین میتونه نیاز آژانس شما رو از هر جهتی تحت پوشش قرار بده. مورد 10 فروش و ارتباط با مسافر هست. حفظ وفاداری و رضایت مسافر از اوجب واجبات هست و با این کار به توسعه روند حضور مسافران قبلی و جدید میپردازید که در این زمینه نیز راهکارهای بازاریابی خیلی زیادی وجود داره. اگر تمایل داشتین و درخواست دادین شما عزیزان، حتما ارائه خواهد شد توسط مجموعه بی پاور، یا میتونید با مطالعه کتب مختلف بازاریابی در حیطه گردشگری و مشورت با آژانس‌های همکار و با تجربه در واقع بتونید کسب و کار خودتون رو همچنان موفق نگه بدارید. خب، مبحث بعدیمون مدارک و مراحل لازم برای تأسیس آژانس هست. بریم به سراغ مبحث اصلیمون. به طور کلی در ابتدای امر هر 3 نوع آژانس باید دارای ویژگی‌های مشترکی باشن: الف، ب و پ. قطار هم این وسط گذاشتم چون صلاح دونستم و بهتر دونستم که آخر توضیحاتم قطار رو هم طریقه گرفتن مجوزش رو عرض کنم حضورتون. به هر حال این 3 گوشه به علاوه مرکز این مثلث مراحلش به این صورت هست. اول اینکه یک فرد به عنوان متقاضی مجوز با توجه به اینکه به قوانین و ضوابط سازمان آگاهی و تجربه مرتبط در این زمینه داره که خیلی مفید خواهد بود، باید تقاضا بده برای این کار. دوم اینکه معرفی مکانی که قرار هست آژانس درش تأسیس بشه. این مکان از نظر شهرداری باید تجاری یا اداری باشه. این مکان یعنی در سندش ذکر شده باشه این مسئله که این مکان تجاری است یا اداری است با این متراژ، و بعد اینکه بین 50 تا 70 متر مربع مساحت باید داشته باشه. سومین مورد معرفی 1 نفر به عنوان مدیر فنی آژانس هست
بسته حالا به نوع آژانسی که میخوایم اقدام بکنیم. باید یه دوره‌هایی رو بگذرونه این شخص و گواهینامه‌های مربوط بهش رو هم داشته باشه که یک سری ضمانتنامه‌هایی از طرف سازمان صادرکننده مجوز بند آژانس از متقاضی خواسته میشه که این کار توسط درخواست شما به بانک مورد نظر که حساب آژانس یعنی حقوقی یا شخصی حقیقی شما به اون وصله انجام میشه. خب حالا اینجا باید بگم که اگر شما خودتون برای تأسیس آژانس میخواین اقدام بکنین، یعنی یه شخص هستین و میخواین اقدام بکنین و با شخصی شراکتی ندارید و درخواست مجوز میدید، آژانستون میشه شخص حقیقی، یعنی واقع هست، وجود داره، چون خودتونید و خودتون هم حکم مدیر عامل رو دارید، همه چیز به اسم شماست. بنابراین حساب بانک، مجوز و الی آخر به نام شما خواهد بود و اسم آژانستون با عنوان پیشوند دفتر بیان میشه. پس دفتر، من دائم میگفتم دفتر یا شرکت، دفتر به این افراد داده میشه، به این نوع آژانس ها داده میشه. اما اگه با افرادی بیاین شریک بشین و با هم بخواید آژانس بزنید، علاوه بر این که باید رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس، سهامداران که عضو هیئت مدیره هستن و همینطور منشی، حالا ممکنه عضو هیئت مدیره هم سهامداران نباشن، منشی و غیره رو تعیین میکنید و همینطور اساسنامه شرکت رو باید تهیه کنید، اسم شرکتتون رو باید ثبت کنید. کلا به این صورت هست، یعنی به این صورت هست که باید وارد سایت ثبت شرکت ها بشید و کلیه مراحل ثبت شرکت رو طی کنید. از این که مثلا اعضای گروهتون رو باید بیان کنید توی موقع ثبت، مبلغ اولیه‌ای که میارید توی شرکتتون رو بیان کنید، سهم و شرکه هاتون رو مشخص کنید که هر کس چقدر مبلغ آورده، محتوای کارتون رو ازتون میپرسه توی سایت، اساسنامه شرکتتون رو میپرسه و باید پر کنید. یه فرمت کلی داره، میتونید از اون فرمت استفاده کنید. اسم شرکت و هدفتون رو اسم شرکت و هدفتون رو که ارائه دادید و شرکتتون که ثبت شد و تایید شد، تازه یک نفر از بین خودتون انتخاب بکنید به عنوان نماینده که همون مدیر عامل در واقع آژانس میشه و بعد درخواست مجوز بند مورد نظرتون رو ارائه بدید. طی این کار هم علاوه بر درخواستی که توسط نماینده شرکت شما ارائه میشه، یه سری مدارک مربوط به ثبت شرکت به اضافه روزنامه رسمی که نام سازمان رو توش اعلام کردید باید ارائه بشه. وقتی که شرکت ثبت میشه اینجوریه که شما اسمتون که به عنوان شرکت ثبت شد، از شما سازمان میخواد که در واقع سازمان ثبت شرکت ها میخواد که اسم رسمیتون رو توی روزنامه رسمی کشور اعلام کنید و با نوع کارتون بسته به حیطه کارتون اعلام کنید. یعنی من این آژانس هستم با این نام در این تاریخ با این حیطه شغلی وارد بازار کار دارم میشم و اطلاعاتتون رو در واقع اعلام میکنید و این روزنامه رو باید همیشه پیش خودتون نگه دارید، چون همه ایرلاین ها در هنگام قراردادهای مهم یا تمدید مجوزها اسکن یا کپی این مدرک رو از شما میخوان. پس یه جای مناسب نگهداریش کنید، همینطور حتی از مدارک دیگرتون هم خوب نگهداری کنید. یه جایی هم باشه که در دسترس باشه، مثلا گاو صندوق آژانستون جای مناسب و خوبیه برای نگهداری مدارکتون، چون خیلی نیاز میشه در طول کار. دائم شما به اینا نیاز دارید برای تمدید کارهاتون، چون هر کدوم هم تاریخ‌های مختلفی داره، تمدید مجوزهای مختلفتون زمانهای مختلف خودش رو داره. بنابراین همیشه باید در دسترس باشه، یا اگه بخواید یک کار فورس ماژوری انجام بدین این مدارک رو دنبالش نگردین. خب بعد از این که به عنوان یک شرکت یا شخص حقوقی بعد از این شرایط قسمت حقوقی که عرض کردم دیگه مجوز آژانستون رو شما دریافت می‌کردید و اسم مجوزتون با پیشوند شرکت میاد.
اینجاست که شما میشین شرکت X. پس تفاوت دفتر و شرکت به این صورت. خب بریم سر مورد بعدیمون که داریم دیگه یواش یواش، یعنی در واقع یواش یواش که نه دیگه داریم وارد بحث اصلیمون میشیم، یعنی به خود اصل ماجرا، که در اینجا مدارک خاص و ویژه بند الف رو دارم عرض میکنم حضورتون. همونطور که گفتیم آژانس های بند الف باید مجوز خودشون رو از سازمان هواپیما کشوری درخواست بدن و دریافت کنن. نام یعنی متصدی امر این ماجرا بند مجوز بند الف هواپیما کشوری. نام این نوع آژانس ها یعنی فرمولش به این صورت میشه که در واقع شرکت یا دفتر به اضافه کلمه خدمات مسافرتی به اضافه اون نام پیشنهادی تایید شده آژانس که توسط همین سازمان هواپیما کشوری تایید میشه. جواز بند الف یعنی اینکه آژانس شما میتونه فقط در زمینه تنظیم برنامه‌های مسافرتی، فروش بلیط، ذخیره مکان و هر نوع اقدامی که مربوط به حیطه راه و ترابری مسافر هست در واقع و همینطور چه به صورت حالا مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم طبق قوانین و مقررات به فعالیت بپردازه. در مرحله اول همونطور که در صفحه می‌بینید مدارک لازم جهت شخص حقیقی به این صورت هستش که باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشه. شخص باید بالای 25 سال سن داشته باشه. حتما. باید حداقل مدرکی که داره باید کارشناسی به بالا باشه. خب عدم اعتیاد باید بگیره که فکر می‌کنم عدم اعتیاد به مواد مخدر 1 ماه اون برگ اعتبار داره وقتی که گرفته میشه. متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اسلامی باشه. قبلا فقط فکر میکنم که نه همین بود، همین شرط. انجام خدمت نظام وظیفه داشته باشه برای آقایون یا معافیت. پیشینه کیفری نباید داشته باشه که این پیشینه کیفری خیلی الان دریافتش راحت تر شده. شما میتونید بریم به پیش پلیس به اضافه 10 و خیلی راحت اونجا به صورت الکترونیکی ازتون انگشت نگاری میشه و بهتون خیلی سریع، معمولا من دیدم بین 1 تا 3 روز یا حالا خیلی هم طول بکشه 1 هفته بهتون میدم، ولی 1 تا 3 روز اصولا خیلی سریع براتون پست میشه به دفترتون یا حالا به مکانی که آدرس میدین. نباید جای دیگه اشتغال داشته باشین. باید حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشین که ارتباط هم داشته باشه به بند الف حتما یا فعالیتی که دارین انجام میدین کلا به گردشگری مربوط باشه. مدارک های دوره فروش بلیط رو باید داشته باشین. مقدماتی، متوسطه، عالی که الان شده مقدماتی و دوره پیشرفته، یعنی این دوتا با هم متوسط و عالی ادغام شدن دیگه، مال قبل بوده. خب برای مبحث بعدی هم باز هم همون مرحله اول هستیم هنوز. اون برای شخص حقیقی بود، این برای شخص حقوقی هستش که اینجا باز اومده گفته که شخص متقاضی همون مدیر عامل، این رو بدونید. خب این هم شرایطش مثل همونه. تابعیت جمهوری اسلامی باید باشه، حداقل باید سنش 25 سال باشه. مدرک تحصیلیش کمترین مدرک تحصیلی باید دیپلم باشه. خب عدم اعتیاد باید داشته باشه گواهیش رو. متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ما. برای آقایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم رو میخواد. پیشینه کیفری نباید داشته باشه، جای دیگه نباید شاغل باشه و همینطور سابقه کار مرتبط داشته باشه. اگر ایشون دیپلمه باید 7 سال سابقه کار مرتبط داشته باشه، فوق دیپلم 5 سال و لیسانس 3 سال. و همینطور حداقل این شخص باید دوره مقدماتی فروش بلیط رو گذرونده باشه. و اصل ماجرا که همون پروسه
ثبت شرکت ها که عرض کردم حضورتون اساسنامه دفتر یا شرکت رو هم داشته باشه. خب مورد بعدی میریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم هم در واقع میاد شرایط لازم جهت عقد یا تمدید موافقت اصولی تأسیس دفاتر یا شرکت‌های خدمات مسافرتی رو به ما میگه که توی اینجا میگه که بعد از این که من خلاصش رو عرض میکنم حضورتون، میگه که بعد از این که مجوز صادر شد شما 3 ماه فرصت دارید تا مدیر فنیتون رو انتخاب و معرفی کنید، همینطور محل مناسبتون رو و همینطور نام و آرم و ضمانتنامه بانکیتون رو و همینطور اجاره نامه محضری، مثلا مدارک مکان مثلا باید گفته بشه که شامل فیلم، عکس از محل آژانستون هست، اینا باید ارائه بشه به کمیته و طی 3 ماه اگر شما این کارو نکنین انجام نشه باز طبق نظر کمیته میان 3 ماه دیگه به شما مهلت میدن، یعنی 3 ماهه دوم به شما مهلت داده میشه که مدارک رو به کمیته پست کنید. اگر باز هم انجام نشد مجوزتون کلا لغو میشه و باید به طور کلی از اول اقدام بکنید. خدمت شما عرض شود که اصلا هم هیچ 100% وجود نداره که این مدارک رو بدین حتما به شما مجوز داده بشه، هیچ اعتباری به این مسئله نیست، یعنی ذکر شده توی بندها. خدمت شما عرض شود که شما برای ضمانتنامه‌تون، خب من به نظرم اگر که یه توضیحی بدم که روند گرفتن ضمانتنامه چطوره و یک اطلاع کلی داشته باشین یا اگر دارین باز هم اضافه تر داشته باشین خیلی خوبه. اینکه ارائه ضمانتنامه بانکی که جز موارد کلی در ارائه مدارک بود و من عرض کردم، طریق دریافتش به این صورته که لازمه که این بخش به این صورت هستش که اول یه درخواست کتبی با سربرگ آژانستون که توش شماره حساب شخص حقیقی یا شخص حقوقی شرکت که قرار با این شماره ضمانتنامه صادر شه به بانک میفرستید. حالا یا فکس میکنید یا با مسنجر میفرستید یا پست میکنید، فرقی نداره. نمونه نامه رو هم برای این مبنا می نویسید که مثلا خواهشمند است نسبت به ارسال ضمانتنامه این شرکت یا دفتر به سازمان X اقدامات لازم رو مبذول فرمایید. شماره حساب این جانب در زیر آورده شده، مهر و امضا و نام مدیر عامل یا مدیر مالی. و البته بعضی از سازمان هایی که دارین اقدام میکنین و مجوز در واقع دارین میگیرین خودشون فرم آماده هم دارن، ولی مبحث کلی این فرم به این صورت هستش که عرض کردم حضورتون. بعد از این کار بانک میاد چیکار میکنه؟ بانک شماره حساب و شماره شبا و نام و کد شعبتون رو به سازمان مد نظرتون که شما بیان کردیم به بانک ارسال میکنه و بعد اون سازمان مد نظرتون یا درخواست مبلغ ضمانتنامه رو به بانک ارسال میکنه و بعد بانک با دریافت مبلغ ضمانتنامه به صورت سفته، چک یا حتی سپرده از شما 10% از اون ضمانتنامه رو صادر میکنه. البته اینو اضافه کنم که وقتی دارید با ایرلاین ها یا حتی سازمان هواپیما کشوری صحبت میکنید به صورت تلفنی یا توی سایتشون میرید، اون مبلغ ضمانتنامه ذکر شده و اینجور نیست که شما در ابتدا ندونید که چقدر ضمانتنامه شما. معمولا 20 میلیون تومان هستش، مثلا بر سازمان هواپیما کشوری 20 میلیون تومان در حال حاضر. مضاف بر این که به خاطر شرایط اقتصادی کشور الان بیشتر ایرلاین ها به صورت سپرده از شما ضمانتنامه میپذیرن که این برای آژانس های خرد و کم نقدینه خیلی سخت هست و اینجاست که بحث شناور کار کردن بیشتر میاد وسط، یعنی از آژانس های بزرگتر، و اینجور میشه که تعداد واسطه ها و تنوع نرخ بیشتر و بیشتر میشه. از یه کار جالبی هم که انجام شده اینه که میان یه سری از ایرلاین ها شارژ میکنن، مثلا مثل ایرلاین ماهان یا کاسپیان شارژ میکنن شما رو. یعنی چی؟ یعنی مثلا
شما میایین 5 میلیون تومان 3 میلیون تومان قسمت پرواز داخلیتون رو شارژ میکنین و به همون میزان مثلا 3 میلیون، یعنی پیش پرداخت میدین. اول پول پرداخت میکنین، بعد اونا رو به فروش میرسونین، بعد کمیسیون ازش کم میشه. که اینا رو حتما اگر که مد نظرتون بود توی قسمت داخلی هم، پروازهای داخلی که قرار توضیح داده بشه، عرض میکنم حضورتون به این صورت. خب برویم سراغ مبحث بعدیمون که مدیر فنی بند الف هستش که این کار باید در راستای مرحله دوم قرار بگیره و انجام بشه. برای مدیر فنی بند الف شما باید به صورت مجزا و در راستای مجوز بند الف اقدام کنید. ببینید مدیر فنی بند الف با مجوز بند الف متفاوته. خیلیا تفاوت این دو رو نمیدونن. مجوز یعنی اجازه تأسیس یک مکان که نیازمند شخصی فنی به نام مدیر فنی هست که در این مبحث بند الف هست. بنابراین در راستای دریافت مجوز بند الف ما نیاز به مدیر فنی داریم که باید به سازمان هواپیما کشوری اعلام کنیم. حالا مدارک لازم جهت مدیر فنی بند الف چیه؟ اینجا یه سری در واقع مشابهت برای مدارک مدیر عامل هم ذکر شده. حالا من دونه دونه عرض میکنم حضورتون. اولیش اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی از تمام صفحات در واقع شناسنامه و پشت و روی کارت ملی هست. همینطور پر کردن فرم مشخصات فردی و تعهد حضور تمام وقت به اضافه عکس هست که اینجا در واقع میتونیم اضافه کنیم که در مجوز بند الف مدیر عامل و مدیر فنی الف یک نفر هم نمیتونن باشن، باید 2 تا شخص مجزا باشن. یعنی شما اگر که داری برای مجوز بند الف اقدام میکنی باید مدیر فنی یک نفر دیگه باشه. خودتون نمیتونین مدیر فنی باشین همزمان، هم مدیر عامل باشین و هم مدیر فنی. مورد سوم مدرک تحصیلیتون هست که باید اصل باشه، اصل مدرک تحصیلی و کپیش، هر دوشو میخواد که عرض کردم برای مدیران فنی حتما باید کارشناسی به بالا باشه. مدیر عامل هم بستگی داره که حقیقی باشه یا حقوقی که عرض شد. 4مین مورد معرفی نامه از طرف آژانس هست، آژانسی که قرار مدیر فنی باهاش کار کنه، قرار مدیر فنی اون آژانس بشه. 5مین مورد مدارک مقدماتی و پیشرفته هست و به اضافه ایتیکت و هومک. این لیستی که میبینید مازاد برش هم وجود داره که من دارم تکمیل شدهش رو شفاهن عرض میکنم. این مکتوبشه که خود سازمان هواپیما کشوری روی سایتش داشت، من خواستم اون رو براتون خودش رو مشاهده بکنید و به اضافه اینهایی که دارم عرض میکنم و شما مطلع میشید. 6مین مورد نامه اعلام همکاری شخص مدیر فنی با آژانس هست. یعنی از شما میخوان که مدیر فنی آژانسی بشین، شما باید این رو کتباً اعلام کنین که بله من قبول دارم که میخوام مثلا مدیر فنی این آژانس بشم. 7مین مورد سابقه کار و لیست بیمه به همراه مهر حرارتی هست. یعنی شمایی که مدیر فنی قراره بشید مدیر فنی این آژانس، مدارک هم داری، باید بری سابقه کار 3 سالت رو از بیمه تامین اجتماعی بگیری. یه خورده یعنی 1 روزت رو میگیره. اگر که همه کارات پشت سر هم بخواد انجام بشه 1 روزت رو میگیره، 1 روز کاریت رو میگیره و باید حتما بری و از این دفتر به اون دفتر و هم مهرها و امضاها رو بگیری که کامل باشه. مورد 8م قرارداد 1 ساله با آژانس شما هست. یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه شما به عنوان مدیر فنی که ازتون تقاضا شده بیاین مدیر فنی آژانس X بشین، باهاتون باید اون آژانس X قرارداد 1 ساله ببنده.
اصلش رو بده دستتون تا مراحل بعدی که عرض میکنم. 9، تصفیه حساب مدیر فنی معرفی شده از شرکت قبلی در صورت وجوده. اگر شما قبلا جای دیگه سر کار میرفتید، شمایی که مدیر فنی قرار بشید و جای دیگه سر کار میرفتید که باید هم میرفتید، چون بس سابقه میداشتید دیگه، باید تصفیه حسابتون رو داشته باشید. اگرم توی همون آژانس دارید کار میکنید و قرار مدیر فنی اون آژانس بشید، دیگه نیازی نیست، مشخصه که شما کارمند این آژانس هستید، توی لیست بیمه‌تون میخوره که تو کدوم آژانس دارید کار میکنید. 10 مورد، این برای کسانی هستش که در ابتدای تأسیس آژانس هستن. 10 مورد سوء پیشینه هست که اینجا هم ذکر شده و عدم اعتیاد. 11 مورد. 12 موردی که من اینجا عدد گذاری کردم گزارش عملکرد یک ساله شرکت هست که باز فرمش توی سایت هواپیما کشوری هست که به چه صورت شما باید پرش بکنید. 13 مورد برای مواردی هستش که به حراست فرودگاه در واقع هواپیما کشوری مرتبط است. برای حراست شما مواردی مثل نشانی منزل طی 10 سال گذشته به اضافه کد پستی و شماره تلفن رو میخواید. همینطور مدرک تحصیلیتون رو، تمام مدارک تحصیلیتون رو، توضیحاتش رو، نمیخواد اصلش رو با خودتون ببرید، مدارک تحصیلیتون رو با توضیحاتی که مثلا شامل رشته تحصیلی، نام آموزشگاه، نشانی، سال شروع و پایان تحصیل، اینایی که میگم حراست ازتون میخواد رو، خب شما اینا رو بر روی کاغذ، مواردی که میگم رو بنویسید و بعد یعنی این اطلاعات رو با خودتون بنویسید رو کاغذ و به همراه خودتون ببرید حراست، که اونجا میشوننتون پشت کامپیوتر و این اطلاعات رو یک قسمت از پروسش اینه که میشینین پشت کامپیوتر و این اطلاعاتی که عرض میکنم رو باید توی سایتی که اونها هست یا اون نرم افزاری که اونجا پشت کامپیوتر هست شما بشینید و تایپ کنید. مورد دیگه که حراست از شما میخواد مأموریت‌ها و مسافرت‌های خارج از کشور هست به همراه تاریخ رفت و برگشت. 5 مورد آخر سفری که داشتید. مشخصات، مورد بعدی مشخصات 4 نفر از دوستانتون رو میخواد، نام خانوادگی، شغل و شماره تلفن و نشانی. مورد بعدی مشخصات بستگان درجه 1 هست که اینجا هم یه اشاره کرده. پدر، مادر، برادر، خواهر و همسر باید به صورت کامل به اضافه شغل، تلفن، نشانی محل زندگیشون و محل کارشون رو ذکر کنید. 14 مورد هم که باز دوباره این مشخصات بود که من عرض کردم. حالا 14 مورد اصل شناسنامه پدر یا مادر یا همسرتون رو میخواد که باز شرایط ویژه‌اش هم عرض کرده اینجا. 15 مورد وجود گذرنامه هست، اگر دارید باید همراه خودتون ببرید اصلش رو. 16 مورد 3 قطعه عکس 3x4 پرسنلی از شما میخواد. و 17 مورد گواهی پایان خدمت آقایان محترم هست که میخوام. ببینید همه این مواردی رو که عرض کردم، مخصوصا شمایی که از شهرستان ها میخواین به تهران برین، چون اینا رو همه باید ببرین تهران دیگه، همه اینها رو با خودتون همراه داشته باشین، چون مسبب این میشه که مجبور بشین یه سفر دیگه انجام بدین، کارتون نصفه و نیمه میمونه. خیلی هم سختگیرن اونجا، حداقل میتونم بگم که اون زمانی که ما میرفتیم سخت میگرفتن. مثلا شما برداشتین از سیستان بلوچستان، از بندرعباس اومدین رفتین اونجا با این فاصله زیاد و دوباره بعد برید و برگردید یه روز دیگه، همین که 1-2 روز از وقتتون گرفته میشه و کارتون، همین که باید زحمت مسیر رو بکشین. پس مدارک رو سعی کنین کامل اضافه تر ببرین، کمتر نبرین به این صورت. خب این قسمت هم مراحل در واقع این پروسه مدیر فنی رو من اینجا آوردم. قسم از اینجا
همراه من باشید. همه موارد فوقی که عرض کردم رو بیان کردم رو باید در سایت هواپیما کشوری اسکن کنید و در سایت مذکور بگذارید و بعد از اعلام زمان امتحان مدیر فنی مدارک تهیه شده رو به همراه خودتون ببرید و زمانی که اعلام کردن و رفتید و قبول شدید امتحان رو دادید، همون موقع جواب امتحان به شما داده میشه. جواب امتحان رو که دادن شما میرید مدارک رو به بخش امور آژانس‌ها، مدارکی که اینجا آماده کرده بودید به اضافه چیزایی که عرض کردم حضورتون رو، اینها رو به بخش امور آژانس‌ها نشون میدین. دونه دونه ازتون میخوان، شما هی بهش نشون میدین، چک میکنه اون شخص متصدی و بعد هم در انتها میرید قسمت حراست و فعالیت هایی که حالا پله پله خود حراست بهتون میگه که چیکار بکنید. ازتون عکس میگیره همون موقع دوباره و میشین پشت کامپیوتر اطلاعاتی که عرض کردم حراست میخواد رو پر میکنید توی سایتشون و بعد از اون دوباره میشینید و مدارک رو با مأمور حراست صحبت میکنید و دونه دونه بهتون ازتون میخواد و شما حضورشون ارائه میدید. و شما یه متقاضی مدیر فنی یا مدیر فنی آژانس این مراحل رو باید طی کنید. خب شخص متقاضی مجوز بند الف هم عرض کردم حضورتون همون مدیر عامل هست که بعد از طی همه مراحلی که عرض شد 1 تا 3 ماه بعد مجوز مدیر فنی آژانس شما به همراه مدیر عامل اعلام شده در درون یک لوح یا پروانه فعالیت به آژانس شما پست میشه. حالا اگرم پست به آژانس شما مستقیم نشه به از صنف آژانس های شما انجمن صنفی در واقع انجمن صنفی آژانس ها پست میشه و انجمن صنفی به آژانس شما زنگ میزنه که مدرکتون اومده بیاین دریافت بکنید و میرید و دریافت میکنید. چون انجمن صنفی کارها رو انجام میده چندین سال هستش. توی این پروانه فعالیت تاریخ زده شده و قبل از اتمام تاریخ این در واقع مجوز شما باید 1 ماه قبلش فرصت دارید که مجوزتون رو تمدید کنید. معمولا 2 سال 3 سال این مجوز زمان داره که یا مثلا بعضی هم 5 سال زمان داره که دوباره تمدید بشه. باید نگاه کنید ذکر شده. برای تمدید مجوز هم مدارکی که در این تصویر میبینید نیاز هستش. باید یه درخواست تمدید پروانه فعالیت رو سربرگتون بزنید. فکس معمولا میکنن یا حالا ایمیل اسکن میکنید، ایمیل میکنید و بعد اصل لوحتون رو اسکن میکنید میفرستید. احتمالا ایمیل باید بکنید و تکمیل فرم گزارش عملکرد سالیانتون هست که باز فرمش هست توی سایت هواپیما کشوری بخش آژانس ها و بعد آخرین تغییرات روزنامه رسمی که گفتم حتما نگهداری رو میخواد و همینطور نامه تاییدیه مدیر عامل و مدیر فنی رو از سازمان میخواد. اینها مواردی هست که برای تمدید از شما میگیرن. بعد از اینکه مجوز بند الفتون رو شما گرفتید، حالا دیگه سازمان هواپیما کشوری میاد به کلیه ایرلاین ها طی یه نامه عمومی شما رو به صورت عمومی معرفی میکنه که ایشون دیگه یک آژانس بند الف هستن. اگر ایشون درخواست داد شما میتونید با درخواستای قراردادش موافقت بکنید. شما هم به عنوان یک آژانس شروع میکنین به آژانس بند الف شروع میکنین به قرارداد بستن با ایرلاین ها که اونها هم ضمانتنامه میخوان، درخواست میدین، ضمانتنامه میدین و بعد از این مراحل میان این ایرلاین ها هر کدوم بسته به شرایط خودشون که بیشتر شرایطشون مشابه هست کد کاربری بهتون ارائه میدن یا شما رو شارژ میکنن و الی آخر جریانات ریز و درشتی که خواهد داشت. خب میرسیم به مدارک ویژه مجوز بند ب که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری ارائه میشه و طی یک درخواست از جانب متقاضی اولیه تأسیس آژانس
یا آژانس بند الف یا پ به اون آژانس ارائه میشه. فروش تور به صورت مستقیم یا شناور. غیر مستقیم یا حالا شناور یعنی اینکه خرید از آژانس‌های همکار دیگه این اجازه داده میشه. خدمت شما عرض شود که تعریف مستقیم هم اگر بخوایم بگیم اینه که آژانس خودش مستقیما با ایرلاین یا هتل و لیدر و ترانسفر قرارداد میبنده و پکیج تورش رو تشکیل میده. هزینه ها رو پرداخت میکنه و یه درآمد مستقیم ایجاد میکنه و حتی تورهاش رو روی سایت یا همون سیستم فروش باز میکنه و با آژانس های تحت قراردادش و میزان دسترسی مشخصی که به هر آژانس تحت قرارداد میده تورهاش رو به فروش میرسونه. تور شناور هم که همون غیر مستقیم هست که عرض کردم، تعریفش به این صورت که میشه که مثلا آژانس شما از آژانس همکاری که پکیج تور آماده کرده تور میخرید شما و حق کمیسیون دریافت میکنید. اخذ ویزا هم که شاملش هست از دیگر فعالیت هایی هستش که مجوز بند ب این فرصت رو به آژانس شما میده. نام آژانس شما هم فرمولش مثل همون بند الف به این صورت هست که شرکت یا دفتر به اضافه عنوان، اونجا خدمات مسافرتی بود تو بند الف، اینجا خدمات سیاحتی جهانگردی به اضافه نام پیشنهادی تایید شده آژانس توسط سازمان میراث فرهنگی. شما پیشنهاد میدین، ایشون تایید میکنه. شما 5 تا پیشنهاد میدین، ایشون یکی از این 5 تا رو میپذیره، تایید میکنه. به این صورت اینم عرض کنم که اگر آژانس شما مثلا بند الف داره، بند ب هم داره اقدام میکنه، آژانس شما میشه شرکت یا دفتر خدمات مسافرتی سیاحتی جهانگردی فلان X. به این صورت. و میریم سراغ مدارک لازم جهت درخواست مجوز بند ب. در ابتدای راه باید ما بیایم یک فرمی تحت عنوان اعلام نام و نشان یا همون آرم پیشنهادی رو پر کنیم و مثل مجوز بند الف به عنوان شخص حقیقی دفتر یا شخص حقوقی شرکت، ما همین الان عرض کردم، باز مجددا میگم 5 تا نام دلخواه آژانسمون رو به صورت پیوسته به مدارک ارائه میدیم حضورشون. بعد از این کار مرحله دوم هست، میایم فرم تعهد نام و نشان رو پر میکنیم و اعلام میکنیم که نامی که انتخاب کردید برگرفته از هیچ شخص حقیقی و حقوقی در حیطه شغلی آژانس نیست و اگه باشه باید هزینه شما، اون در واقع هزینه مادی و معنوی اون رو پرداخت کنید. بعد یه فرم دیگه هست با عنوان تعهدنامه گزارش انجام تغییرات در دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی، به این مضمون که من آژانس موظفم اگه جای آژانس تغییر کرد، یعنی آدرس تغییر کرد یا مدیر فنی تغییر کرد یا ضمانتنامه بانک زمانش تموم شد و موارد دیگه، همه رو رعایت میکنم و اگه غیر از این باشه آژانسمون توسط میراث تعلیق یا لغو پروانه بهره برداری میشه. فرم 4 تعهدنامه شخصی هست که شما شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی میاین متعهد میشید که قبل از طی همه مراحل اداری که دریافت مجوز بند ب رو به سرانجام میرسونه، توی زمینه امور مسافرتی و گردشگری فعالیتی نمی‌کنم در واقع، چون تعهدنامه شخصیه. فرم 5 فرم قرارداد با مدیر فنی بند ب هست که شما باید قرارداد ببندید. تو اینجا شما هم میتونید مدیر عامل باشید و هم مدیر فنی بند ب، یعنی مثل الف
نیست که باید مدیر عامل و مدیر فنی بند الف جدا باشن. اینجا میتونید یک نفر باشین، یعنی 2 تا سمت رو میتونید داشته باشین. خوب نیست که داشته باشید چون حیطه وظایف جداست، ولی خب اگر برای شروع امر هست و بودجه نمیرسه هیچ ایرادی نداره. مدیر عامل میتونه همون مدیر فنی بند ب هم اعلام بشه. این قرارداد هم باید 1 ساله بسته بشه، یعنی با خودتون قرارداد می‌بندید اگه قرار خودتون باشین. فرم ششم یه فرم تعهدنامه دیگه هست که باید پر کنید با عنوان تعهدنامه ارائه مدارک صدور پروانه بهره برداری بند ب، که میگید طی 3 ماه کلیه مدارک که ضمیمه‌ای که سازمان میراث از من خواسته حضورشون ارائه میدم. فرم هفتم فرم دیگه‌ایه که باید پر کنیم برای مجوز بند ب، معرفی مکان آژانسمون هست. باید به سازمان ارائه بدیم و بهشون اعلام کنیم که کجاست. بعد از همه مراحل فوق یه فرم درخواست بازدید از محل فعالیت هست که به میراث اعلام میکنیم ما فلان تاریخ درخواست و تعهد لازم در زمینه صدور پروانه رو حضورتون تسلیم کردیم، حالا تشریف بیارید و از مکان ما دیدن کنید. اگر شما شرکت باشید باید در کنار فرم هایی که ذکر شد حتما اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه خودتون رو هم ارائه بدید. و در آخر فرم 9 هست که مثل مجوز بند الف فرم معرفی بانک عامل خود، یعنی همون ضمانتنامه، فرم معرفی بانک عامل خود جهت صدور ضمانتنامه میراث رو پر میکنید و همزمان با اعلام مدیر فنی بند بتون میفرستید و اقدام میکنید. به این صورت حالا میرسیم به بخش مدیر فنی، چون باید همزمان انجام بشه دیگه. مدیر فنی بند ب هم علاوه بر گذروندن دوره مدیر فنی بند ب یا داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی، یه گردشگری میتونه به عنوان مدیر فنی بند ب یک آژانس اقدام و همکاری بکنه و شرایط و مدارکش رو توی تصویر دارید میبینید. ببینید شرایطی که باید این شخص داشته باشه که قاعدتاً تابعیت جمهوری اسلامی ایران هست، متدین به دین اسلام باید باشه و دینهای رسمی طبق قانون اساسی، جای دیگه شاغل نباشه به عنوان مدیر فنی، باید حداقل سنش 25 سال به بالا باشه. مدارکی که میخواد رو اینجا شما مشاهده میکنید. معرفی نامه از سوی متقاضی یا دفتر خدمات مسافرتی گردشگری هست. تصویر گواهی نامه پایان دوره مدیریت فنی هست. تصویر آخرین مدرک تحصیلی که کارشناسی باید باشه. گواهی مربوط به 3 سال سابقه کار مرتبط با گردشگری، یعنی سابقه بیمه، دقیقاً مثل همون مدیر فنی بند الف. تصویر تمام صفحات شناسنامه باید باشه. تصویر کارت ملی پشت و رو، تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت آقایان، تکمیل فرم تعهدنامه مدیران فنی، تکمیل فرم قرارداد تعهدات کاری و فنی، همون قرارداد 1 ساله‌ای که عرض کردم، و همینطور 2 موردی که باید باشه گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه. فنی بند ب باید یه سری وظایفی هم که توسط سازمان میراث فرهنگی بهش اعلام شده رو حتما بهش عمل کنه و به صورت تمام وقت حضور داشته باشه. حتما یه سری وظایف دیگه هم داره که باید حتما به اونها عمل بکنه. جهت تمدید پروانه بهره برداری مجوز بند ب، همونطور که توی تصویر دارید مشاهده میکنید، ارائه درخواست تمدید پروانه بهره برداری رو از سوی دفتر و شرکت خدمات مسافرتی گردشگری میخواد. یه فرم مخصوص داره، بعد اون فرم رو پر کنید. باید عکس مدیر عامل رو به صورت اسکن شده حضورشون ارائه بدین.
به اضافه تصویر آخرین پروانه بهره برداری دفتر یا شرکت رو، به علاوه تصویر آخرین آگهی تغییرات ثبت شرکت ها. به این صورت و همینطور اینجا یه تذکر مهم که داده، گفته که تمدید پروانه بهره برداری هم شرط داره، همینجوری نیست. پروندهتون رو میان بررسی میکنن، میزان شکایاتی که از شما شده رو میان بررسی میکنن، نگاه میکنن ببینن ضمانتنامه‌تون چقدر از اعتبارش باقی مونده، عملکرد پایان سالتون به چه صورت بوده، اون وقته که مجوزتون تمدید میشه. ما آژانس‌های بند ب زیادی داریم که اینقدر ازشون شکایت شده که مبحث بعدیمون همین شکایات هست که دیگه اصلا بهشون تمدید مجوز نمیدن، تعلیقشون میکنن برای یه مدت، یا تنبیه های خودشون رو هر کدوم داره که بیان میشه حتما. خب میایم در مورد مدارک ویژه مجوز بند ب صحبت میکنیم که یه مقدار گرفتنش سخته. خب مرحله اول که قاعدتاً باید به متصدی امر رجوع کنیم که همون سازمان حج و زیارت هستش و بعد از اون فرمول نام آژانس بند پ مثل مجوزهای قبلی شرکت یا دفتر به اضافه عنوان خدمات زیارتی به اضافه نام پیشنهادی تایید شده آژانس توسط سازمان حج و زیارت هست. دفتر یا شرکت خدمات زیارتی در زمینه ثبت نام، تنظیم و انجام مسافرت‌های زیارتی به داخل و خارج از کشور، همینطور ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین مقررات حج و زیارت فعالیت میکنه. خب مرحله اولی که ما باید انجام بدیم توی درخواست مجوز بند پ، باید یه سری ویژگی ابتدا اون شخص حقیقی یا حالا حقوقی اینجا آورده شده داشته باشه. اینکه تابعیت جمهوری اسلامی رو داشته باشه، مثل همون بند مجوز بند الف و ب، متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان باشه که به رسمیت قانون اساسی ما شناخته میشه. حداقل سنش باید 25 سال باشه، چه مدیر فنی چه مدیر عامل. آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر داشته باشه و همینطور سوء پیشینه میخواد. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای متقاضیان آقا که بیشتر متقاضیان هم آقا هستن توی این نوع مجوز. بومی اون منطقه باشه و سکونت درخواستی برای شرکتش به تایید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشه. عدم اشتغال به شغل دولتی داشته باشه و شغل دیگه‌ای که مانع فعالیت این نوع شغلش بشه نداشته باشه. متأهل باید باشه، هم مدیر فنی هم مدیر عاملش. 3 سال سابقه کار مفید اجرایی زیارتی داشته باشه که شرح داده شده که باید به چه صورت باشه. 1 سفر مدیریت حج تمتع، 2 سفر معاونت حج تمتع، 2 سفر مدیریت راهنما یا ثابت عمره، 4 سفر مدیریت راهنمای عتبات عالیات عراق، 4 سفر مدیریت راهنمای سوریه. داشتن حداقل مدرک دیپلم باید باشه، از آموزش پرورش تایید شده باشه و البته فقط برای مدیر عامل. مدیر فنی هم که انتخاب میکنه باید مدرک کارشناسی داشته باشه و سابقه مدیریت 6 سفر حج عمره، 3 سفر حج تمتع و 12 سفر عتبات عالیات رو داشته باشه. و همینطور ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت موضوعات آیین‌نامه‌ای که مرتبط به سازمان حج و زیارت هست هم خیلی اهمیت داره. مرحله بعد مرحله دریافت مجوز بند پ هستش که به ترتیب اینجا ذکر کردم حضورتون. در ابتدا باید درخواست خودمون رو به همراه مدارکی
که شرایط و مدارکی که عرض شد ذکر شد و فرم‌های لازم و تکمیل شده رو به دفتر حج و زیارت استان خودمون بفرستیم یا ارائه بدیم. بعد از اون میان به بررسی درخواست ما و مدیر فنی اعلام شده که توسط شما همزمان و در راستای درخواست شما هست و اعلام میشه میپردازه و از اداره تشخیص هویت، حراست و آزمایشگاه دولتی استعلام میگیره سازمان حج و زیارت. بعد از در واقع تایید استعلام های انجام شده درخواست شما میاد از طرف سازمان حج و زیارت در جهت تشکیل پرونده و همینطور تکمیل پرونده به اداره کل امور کارگزاران ارسال میشه. اداره کارگزاران پرونده شما رو میاد خوب بررسی میکنه و بعد از تایید موافقت اولیه خودش رو میاد به سازمان حج و زیارت اعلام میکنه و اگر هم نقصی توی پرونده شما وجود داشته باشه اون پرونده رو دوباره جهت رفع نقص به سازمان حج و زیارت برگردونده در واقع میشه. حالا اگر مدارک کامل بود بنابراین میاد سازمان حج و زیارت هم به شمای متقاضی در واقع موافقت اولیه‌اش رو اعلام میکنه. به این صورت مرحله بعد به این صورت هستش که وقتی که موافقت خودش رو به شما این سازمان حج و زیارت اعلام کرد میاد از شما میخواد که نام پیشنهادی آژانس، مکان و سایر مدارکتون که مشابهت به تقریبا 90% 99% مشابه مجوز بند الف و ب هست میان از شما اون مدارک رو میخوان. طی 3 ماه به شما فرصت میده سازمان که این مدارک رو بیاین ارائه بدین و بعد سازمان حج و زیارت استان میاد و از مکان شما دیدن میکنه و در صورت تایید در واقع مدارکتون اون رو به اداره کل امور کارگزاران ارسال میکنه و بعدش اداره کل امور کارگزاران میاد از میان اسامی که در واقع شما بهشون دادین، شمای متقاضی بهشون ارائه دادین، یکی رو انتخاب میکنه و پس از تاییدش کد اختصاصی رو به آژانس شما ارائه میده یا تعلق میگیره و در کنارش مجوز آژانس زیارتی شما صادر میشه. بعد از اینکه مجوز آژانستون صادر شد اون مجوز به دفتر حج و زیارت استان ارسال میشه و شما میتونید از دفتر حج و زیارت استانتون مجوز صادر شدنتون رو در واقع تحویل بگیرید. این مراحل کلی در واقع بند پ هست. البته کلا گرفتن بند پ رایزنی هم میخواد و باید صحبت بشه و به خاطر همین میگم یه مقدار سخت تره، یعنی قواعدش بیشتر با مذاکرات و صحبت ها هستش. خب این نکته رو هم باید بدونیم اداره کارگزاران معمولا سالانه آزمون جامعی رو میاد در 2 مبحث شغلی که یکیش گروه معاونین کاروانهای حج و همینطور دومیش عوامل پذیرایی و اجرایی هست انجام میده که چی بشه، یعنی میاد در واقع فراخوان میزنه. شرکت در واقع حج و زیارت توسط این فراخوانی که میاد توی سایت حج و زیارتش اعلام میکنه هر چند وقت یه بار و معمولا سالانه این کار انجام میشه، به طور کلی هر کدوم از این گروه های در واقع امتحان دهنده، مثلا گروه معاونین کاروان وقتی امتحان میدن بعد از اینکه بتونن چند بار سفر به عتبات داشته باشن، حالا هر کدوم به سوریه، به مکه، به سمت مدیریت
حج دست پیدا میکنن. یعنی ابتداعاً سمتی که کسب میکنن سمت معاون هستش و معاون باید بره به صورت تجربی یاد بگیره، طول سفر رو تجربه کسب کنه و بعد از چندین سفر میاد به سمت مدیر در میاد که بعد هم باید چند بار مدیریت رو انجام بده، مدیریت کاروان‌ها رو انجام بده، حالا به مکه، به کربلا، به سوریه، به نقاط مختلف در واقع زیارتی. و بعد از اینکه این مدیریت رو بعد از چند مرحله انجام داد که ذکر شد، میتونه درخواست مدیر فنی بده و خودش آژانس مثلا خودش رو داشته باشه و مدیر فنی بند پ باشه. اینم ذکر کنم که این افراد کلا میتونن هم، یعنی شخصی که مدیر کاروان هستش و تونسته پس از چند تا مدیریت مدیر فنی بند پ رو هم کسب کنه، میتونه مدیر عامل شرکت زیارتی یا دفتر زیارتی هم بشه به این صورت. خب مورد بعدی مدارک ویژه مجوز قطار هستش که لازم دونستم در این قسمت عرض کنم حضورتون که چطور میتونید مجوزش رو اخذ بکنید. اولا که متصدی امرش سازمان راهن هست و اینکه وقتی که شما درخواست میدین در واقع و این مجوز رو میگیرین، دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی که میتونه بند الف ب یا الف یا ب رو جداگونه داشته باشه، میتونه الف ب رو با هم داشته باشه یا میتونه جداگونه الف رو داشته باشه یا ب رو. در هر صورت دریافت مجوز قطار رو میتونه داشته باشه و وظیفه‌اش صدور بلیط‌های خارجی و داخلی ریلی هست طبق ضوابط راه آهن. خب عرض کنم حضورتون وقتی که درخواست میده در واقع به راه آهن، یعنی شخص متقاضی میاد به راه آهن درخواست میده به عنوان اینکه میخواد نمایندگی کسب کنه و بعد از دریافت مجوز اون که مشابه مجوز بند الف و ب هست، اون از سازمان راه آهن میان از مکان دیدن میکنن و شرط این که در واقع نمایندگی هم ارائه بشه عدم وجود نمایندگی دیگه‌ای در اطراف محدوده شماست و با معرفی شما کانتر قطاری مجوز رو میتونید اخذ کنید و میتونید قطارهای رجا، سفیر ریل و فدک رو بر روی سیستم مختص قطار داشته باشید که یه نرم افزار قطار با USB که قفل USB مخصوص خودش که حکم قفل در واقع قطار هست و کد مخصوص و اینترنت بر روی یک کامپیوتر مجزا از سایر سیستم‌های رزرواسیون نصب میشه. یه دستگاه پرینتر مختص چاپ بلیط قطار هم به اون اختصاص پیدا میکنه. بنابراین تنها نقطه عطف متفاوت در دریافت مجوز قطار پراکندگی جغرافیایی نمایندگی است. خب من اینجا میخوام ریویو بکنیم متنی که من از سایت راهن اینجا برای شما گرفتم و آوردم. ببینیم واگذاری نمایندگی فروش بلیط قطار به این صورت هست به طور کلی که شما وارد سایت راهن میشین، قسمت درگاه خدمات الکترونیکی اطلاعاتتون رو وارد در واقع سایت میکنین، نکاتی رو که ازتون خواسته و درخواست نمایندگیتون رو میدید و یک کد اینجا دریافت میکنید و این کد رو که دریافت کردید حالا میرید مراحل جزئی ترش رو اینجا ذکر کرده. فرایند صدور مجوز نمایندگی، یعنی شما اول درخواستتون به این شیوه است، درخواست اولیتون که بعد برین توی سایت اطلاعاتتون رو پر کنید و بعد اسکن کنید و کد رهگیری بگیرید. بعد حالا برای کلا فرایند اینجوریه که مرحله اولش میای
بعد از اینکه ثبت نام کردین و مدارکی که خواسته شده ازتون رو ارسال کردین به دبیرخونه کمیسیون، بعد میایین در صورت تطبیق مشخصات متقاضی با ضوابط و شرایط اعلامی از محل دفتر متقاضی میان بازدید به عمل میارن. همون شرایط، یکی از مهمترین شرایط هم پراکندگی جغرافیایی نمایندگی که عرض کردم، یعنی توی منطقه، مثلا منطقه کجا رو بگم، منطقه صادقیه تهران، اگر یه آژانس، حالا تهران شرایطش خیلی فرق میکنه چون میزان پراکندگی افراد متفاوته. در قسمتی که شلوغ هست، حالا یکی از شرایط شلوغی هست میزان این که مثلا درصد صندلی هایی که میتونه بفروشه اون نمایندگی، همه اینها بر این اساسی که فاصله چقدر باشه، فاصله جغرافیایی یک نمایندگی قطار با یک نمایندگی قطار اوکی که بدن، میان از محل در واقع آژانس شما بازدید میکنن. بعد از اینکه بازدید کردن میاد این موضوع توی کمیسیون مطرح میشه، تایید کمیسیون میشه، یه موافقت اولیه به شما دبیرخونه کمیسیون میده که مثلا مدارکتون تکمیل بوده، حالا بقیه مدارک رو که ذیل مطلب به شما میگن بعد بهشون ارائه بدید. از تاریخی که بهتون موافقت نامه رو اعلام میکنن شما وظیفه دارین که به مدت 3 ماه، دقیقا مثل مجوز بند الف و ب و پ، 3 ماه کلیه مدارک و مستندات رو ارائه بدین. مثلا خب این عکسی که شما در واقع قراره به این شرکت سازمان در واقع راهن ارائه بدی، معمولا 6 تا عکس از شما میخوان، 2 تاش از خارج ساختمان هستش و 4 تاش از داخل ساختمونتون هست، یعنی نمای بیرونی ساختمون 2 عدد، نمای داخلی کانترها، اینکه بخش کانترها رو شما جدا کردید و اینا 4 تا میخواد، هم بعد فیلم بگیرید هم بعد عکس بگیرید و اینها رو بفرستید تحویل بدید. حالا یه سری هزینه های صدور مجوز هم وجود داره. هزینه بازدید مکان اینه که معمولا 200,000 تومان هستش و در مورد متقاضیان خارج از کشور هم باز اگر درخواستی بده شخصی باید هزینه های بازدید که شامل رفت آمد و اقامت نماینده قطار هست بر عهده متقاضی هستش و کلا هزینه صدور مجوز نمایندگی هم با تایید کمیسیون که توی مرحله دوم اتفاق میفته 500,000 تومان هست. و این هم به اضافه کنم که هزینه هایی که پرداخت میشه اصلا قابل استرداد هم نیست و به طور کلی ارقامی که ذکر شد اینجا اینها همه هر سال تغییر میکنه با توجه به افزایش هزینه ها و تعداد متقاضیان، اینها بازنگری میشه و قابلیت تغییر داره. به طور کلی برای اخذ هر 3 تا مجوز الف ب پ قطار ما مبلغ 500,000 تومان از شخص در واقع سازمان ها مبلغ 500,000 تومان از شخص متقاضی دریافت میکنن و این مبلغ هم معمولا هر 2 سال یک بار بر اساس شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بهش افزوده میشه و هر سال نسبت به تمدید پروانه بهره برداری مجوز هم ما باید اقدام کنیم. شما شخصی که درخواست در واقع آژانس ها رو دادید، مجوز آژانس رو دارید، هر سال نسبت به تمدید پروانه بهره برداری مجوز باید اقدام بکنید که باز همین هزینه های خودش رو داره. میریم سراغ بحث آخر.